қироати шоасари аллома бобоҷон ғафуров, тоҷикон. таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 71. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13 دولت غزنویان، قره‌خانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. موافق شهادت نظام الملک، سامانیان و غزنویان اقطاع نمی دادند، بلکه به هر یک در یک سال 4 بار از خزینه به طریق نقدینه معاش می دادند و آنها همیشه از این قانی و خوشنود بودند. عاملها خراج جمع کرده به خزینه می سپردند و از خزینه بدین طریق بار در 3 ماه معاش می گرفتند. نظام الملک در اینجا فقط راجع به قشون سخن می راند. این گفته های نظام الملک را با بعضی قید و شرط ها اساساً درست اعتراف کردن ممکن است. در عهد سامانیان اقطاع خیلی رواج داشته باشد هم با سبب های معلوم آن را فقط اهل سلاله و یا درباریان عالی مرتبه صاحب می گردیدند. به قشون باشد معاش داده می شد. درست است که در عهد غزنویان قشون هم اولها اقطاع می گرفت، ولی سبکتگین 977-997 این را منع کرده به قشون از حساب خزینه معاش منتظم تعیین نمود. این حالت بعدها در عهد حکمرانی 2-3 نسل وارثان او نیز دوام کرد. با وجود این در عهد غزنویان حادثه های جداگانه انعام ملک های کلان واقع می گردید، لیکن این نوع پاداش در حیات اجتماعی و اقتصادی آنان چه نوعی که در زمان سامانیان بود موقعی به نظر نمایان نداشت. با این طریقه در عهد غزنویان بخشش های فئودالی حتی در عین اوج نشأت این سلطنت کمتر از عهد حکمرانی سامانیان بود. حکومت مرکزی از تقسیم اقطاع خودداری کردن را مقصد اساسی قرار داده در راه اجرای این مرام به امکانات اقتصادی خود تکیه می کرد. اما وضعیت در عهد سلجوقیان تماما دیگر بود. هرچند مثل نظام الملک شخصان پیشقدم زمان عاقبت‌های زیان‌آوری وسیع جاری نمودن اقطاع و اقطاعداری را خیلی خوب فهمیده برای پیشگیری کردن آن چاره‌ها می اندیشیدند، این اصول تا رفت بیشتر رواج می یافت. حکمرانان سلجوقی به اعیان و اشراف و صاحب منصبان انعام‌های بزرگ و به قوه‌های عسکری بخشش‌های زیادی عطا می کردند. اقطاع سربازان سرتاسر مملکت را فرا گرفته بود. اقتدار حق داشت که یک قسمی درآمد زمین کشت را به فایده خود استفاده نماید، ولی در عمل وی به وسیع‌تر شدن حقوق خود سعی می کرد. نظام الملک چندین مراتبه با هر بهانه اظهار می نماید که مقطع اقتدار نباید از دایره حقوقی که به او داده شده است بیرون براید و حاکمیت مرکزی را لازم است که از بالای آن نظارت کند. اقتداران که اقطاع دارند باید بدانند که ایشان را به رعایا جز آن فرمان نیست که ماری حق که به ایشان سپاریده شده است از آنها بستانند،
به وجه نیکو و چون آن را ستانیدند، رعایا به تن، مال، فرزندان، اسباب خود و غیره از آنها ایمن بمانند. احوال برزگران در زمینهای اقطاع شده یک خیل نباشد هم، ولی عموماً وزنین بود. برزگران با اختیار خود از یک جا به جای دیگر رفته نمی توانستند. بعضی سرچشمه ها درباره مهنت مجبوری آنان معلومات می دهند. رایون های تمام که حالا در جنوب ترکمنستان واقعاً در وقتش به طریق اقطاع به شخصان جداگانه انعام گردیده بودند. مسئله اقطاع و اقطاعداری در دولت قرخانیان نه آنقدر روشن است. بارتولد و یکوبوفسکی چنین حساب می کردند که در دولت قرخانیان اصول املاکداری بالا گرفته، اقطاع به درجه پهن شده بود که آن را می توان شکل حکمرانی زمینداری آن وقت دانست. این دو محقق معروف از روی قیاس دولت سلجوقی چنین نتیجه برآورده بودند. بالشکوف بر رویه عمومی ترقیات مناسبت‌های فئودالی شرق نزدیک و میانه کاملا مطابق بودن این خلاصه را تصدیق نموده. در عین زمان درستی چنین طرز محاکمه را که به یک شباهت اساس یافته خود به خود امکان تفاوت را از بین میبرد به زیر شبهه گرفته است. او دایر به اصول املاکداری در دولت قرخانیان این طریقه ملاحظه را پیش میراند. از روی دلیل های دویداویچ حتی در ایام نشأ و نمای دولت سامانی غیر از ملک های وسلی از قبیل خوارزم، چغانیان و ختلان ملک های کلان انعام شده نیز موجود بودند. در 10 ساله های اولی حکمرانی قرخانیان ماوراء النهر به بسیار ملک و ملکچه ها تقسیم شده بود. ولی پس از تأسیس دولت مستقل در اینجا تقریبا همان وضعیتی که در عهد سامانیان وجود داشت دوباره حکم فرما گردید. پس هیچ یک اساسی نیست که اصول املاکداری دولت قرخانیان و دولت سامانیان را هرچند با بعضی تفریقه ها باشد هم با هم مقابل گذاریم. عموما درستی این طرز تحقیق و نتیجه های آن را اعتراف نکردن ممکن نیست. با وجود این بعضی تصحیح و علاوه کردن لازم می آید. اگر بخشیش و این انعام‌های را که به عوض خدمت داده می شدند از روی علامت اجتماعی به دو گروه خورانیدن قشون و بخشش های کلان به اعضایان سلاله و عملداران جدا نماییم، برای محاکمه راندن دایر به بخشش گروه اول در عهد قرخانیان حالا در حقیقت هم دلیل های کنکریت تاریخی وجود ندارند. آنچه آید به گروه دویم باشد از سکه های قرخانی بعضی معلومات به دست آوردن ممکن است. در ابتدای عصر 11 دولت قرخانیان واقعاً هم و بسیار ملک های کلان و خرد تقسیم شده، مناسبت های تابعیت و سلسله مراتب سیرزینه فئودالی خیلی روشن به ظهور آمده بود. نه فقط اهل سلاله بلکه دیگر نمایندگان طبقه حکمران نیز به موقع وصل ملکداران کلان رسیده بودند. بعدتر ذکر صاحبان وصل در سکه ها تا رفت کمتر می شود ولی تماما از بین نمی رود. در زمان اساسگذار حقیقی دولت خاقانی قرخانیان غربی که مرکزش سمرقند بود، ابراهیم تمغاج خان هم در چندی از سکه ها نام و عنوان صاحبان ملک های خرد وصلان او ذکر یافته. حتی در نیمه دوم عصر 12 وقتی که دولت قرخانیان آسیای میانه به دست خاندان فرغانی قرار می گیرد، نه تنها سرداران سلاله که در سمرقند می نشستند و نه تنها سرداران ملک فرغانه که در اوزگند سکونت داشتند، بلکه گاها صاحبان ملک های خرد مثلا در مرغیان و بیناکت هم به اختیار خود
پولی سکه می برآوردند. تأثیراتی به وجود می آید که اوج گرفتن تمایل مرکزیت دهی پس از تأسیس دولت مستقل قره‌خانی پایتختش سمرقند، اصول املاکداری را که در ابتدای عصر 11 مقرر گردیده بود از میان نبرداشته، فقط حقوق صاحبان ملک را محدود گردانید و از افتش مقدار این قبیل ملک ها را کم نمود. این است که صاحبان ملک های خرد از همین وقت سر کرده فقط احیانا نام خود را در سکه ثبت می کردند. غیر از این، اگر سامانیان به مقابل کوشش های به ملک میراثی تبدیل دادن ملک های انعامی مبارزه برده و گاها موفقیت به دست آورده باشند، در عهد قره‌خانیان چنان که از سکه ها معلوم می شود به میراث گذاشتن چنین ملک ها یک حادثه معمول می گردد. حق به جانب بلشکاف است که برای سخن راندن در بابت مقابل گذاری دولت های سامانیان و قره‌خانیان حالا یگان دلیل و اساسی موجود نیست، لیکن دایر به انکشاف پیشرونده من بعده اقطاع و اصول املاک با چنین یک تأکید که این هم یک جریان متصلی بی میلان نبود می توان سخن راند. بیان وضعیت دولت خوارزمشاهیان وسیع آسان تر است. در اثر یادآوری شده کاتب شخصی خوارزمشاه تکیش 1172-1200 محمد بغدادی یک چند حجت مربوط به ولایت نسا موجود است. آن وقتها در حیات سیاسی کنارهای جنوب دولت خوارزمشاهیان فیادالهای غوز موقعی کلان داشتند. تیکش به یکی از فیادالان نامدار غوز، طغانشاه، ناحیه کلانی را در این ولایت به طریق اقطاع انعام نمود. از یرلیق معلوم می شود که به طغانشاه حقوق کاملی مسئولیت داده شده است. روحانیان، قاضی ها، علما، دولتمندان، حکما، سرکرده ها، زمینداران و دیگر طبقه آدمان به او اطاعت می کردند. شیهنه، حاکمان ده و مضافات، متصرفان، مأموران مالیه و خراج در دستگاه حکومتی مرکز و محلها، این چنین اداره کننده آبیاری و عاملان، غندارندگان خراج همه در زیر اطاعت صاحب اقطاع بودند. در یرلیک به اقطاعدار چنین دستوری عمل ذکر یافته بود: بگذار او جزایش را دهد تا که مستوفی خراج و متصرفان به زیور انصاف و اعتماد آراسته گردند، تا که آنها از فساد و فارغباری عاری باشند، تا که حتما و حقا منافع اهالی را حمایه کنند، تا بجز مالیات معین و خراج معلوم دیگر اندازه یگان مالیات نوی از برزگران نستانند، تا بسر آنها یگان مجبوریت بیرون از عادت ننهند و آنچه تعیین می شود همچون نوی آشکارا نامقبول است که نه خالق راضی است و نه خلق. در این پندی با آب و رنگ همچنین ضرورت حفظ ناموس زن، مال و ملک و حیات اهالی، تامین بی‌خطری خانه و جای و غیره تاکید شده است. از این همه چنین برمی آید که صاحبان وکالتدار اقطاع در واقع همچون ستم پیشگان و غارتگران آشکار بوده، چنان که در سند گفته می شود مسلمان را مجبور به فرار می نمودند. قسمتی از اقطاع طغانشاه بیرون مانده ولایت نسا به ملک خود خوارزمشاه تکیش داخل می شد. تکیش آن را به واسطه قایم مقام اداره می کرد. به این قایم مقام مواجب تعیین گردیده، علاوه بر این بعضی محلها به طریق اقطاع انعام شده بود. در یرلیقی به قایم مقام تقدیم شده خاطر نشان می گردید که او در زمین های اقطاعی خود می تواند برایش
خراج دارد. به او کلید حل و فصل و بند و بست، امر اجرا و منع داده شده است. بگذار او به نایبان خود بگوید که آنها در وقت طلبیدن مالیات زمین به دوش برزگران اندازی از حد قرار بیرون و وزنین بار نکنند، در حالی که آنها اقتدار تحمل مشکلات حساب و کتاب و اختلال آن را ندارند. از برزگران و شهرنشینان طلب می کردند که ناداری خود را بهانه نآورده تمام انداز و خراج را بسپارند. کسانی سرکشیده را جزاهای سخت نگراند. همین طریقه از این سندهای واقعی منظره مدهش ظلم و جبر عامه خلق در پیش نظر نمایان می گردد. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13 دولت غزنویان، قرخانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. مالکیت زمین و دهقانان. یکی از پروسس های خاص اجتماعی دوره مورد تحقیق تغییر یافتن هیئت زمینداران کلان و حتی میانه می باشد. تا اصطلاح عرب صاحبان اساسی زمین دهقانان بودند، ولی پس از اصطلاح عرب دهقانان به مفلسی رو نهادند. در نوبت اول البته دهقانان کم بضاعت و میانه حال که در نتیجه اندازهای از حد زیاد و سوء استفاده عملداران خانه خراب می شدند به این حال افتادند. بعضی مالکان خرد و مالکان کلان اختیاراً سپردن زمینهای خود را افضل‌تر می دانستند. اصطلاحگران و اعیان و اشراف نزدیک آنها این گونه زمینها را با میل تمام می خریدند. دهقانان از ظلم و فشار مجبور می شدند که زمین میراثیشان را هم فروشند. مصادره و زوراً غصب کردن ملک دهقانان نیز واقع می گردید. این پروسس در زمان سامانیان هم دوام نمود. اهل سلاله، عملداران و سرکرده های صاحب منصب و ثروتمند زمین های ملکی را می خریدند. رواج یافتنی بخشش های فی‌عددی در عصرهای 9-10 از یک طرف ثروت کسانی بخشش گرفته را افزون تر نماید، از طرف دیگر به آنها برای خرید زمین های میراثی دهقانان امکانیت های فراوان مهیا می ساخت. زیرا بخشش های آن وقته نهایت درجه کلان بوده، برابر آن منصب قائم مقام حاکم شهر، ناحیه و ولایت نیز داده می شد. این بود که در عصر 11 مالکیت خصوصی نسبت به زمین فقط با دهقانان محدود نگردیده، دیگر دایره های بالانشین جمعیت را نیز فرا می گرفت. با وجود این در عصر 11 دهقانان هنوز طبقه پر اقتداری را تشکیل می نمودند. دهقانان کلان ناحیه و ولایت های تمام را صاحبی می کردند. بعضی از این قبیل دهقانان با خواهش تمام به طرف اصطلاحگران قرخانی گذشتند و در وقتهای اول نه فقط ملک بلکه تا اندازه موقع سیاسی خود را هم نگاه داشتند. نام آنها با عنوان دهقان حتی در سکه های میسی ضربه سالهای 997، 998، 1004، 1005 و 1008، 1009 در ایلک به صفت وصل خان قرخانیان یاد شده است. چون این تأثیرات حاصل می شود که در عهد قرخانیان در آخر عصر 10 ابتدای عصر 11 دهقانان ایلک حتی به موقعهای بلندتر صاحب شده بیشتر مستقلیت به دست آوردند و اعتبار آنها از آن که در عصر 10 در زمان سامانیان بود بلندتر گردید. تا ابتدای عصر 11 موقع اشراف قدیمه زمیندار حاکمان ولایت‌های گوناگون سرحدی استوار بود.
مثلا در زمان سامانیان چنان که ذکر یافت، بعضی ملک ها به تحفه و پیشکش های اکثرا رمزی محدود شده خراج نمی دادند. در آنجا زمین مالکیت فیادلان محلی به شمار می رفت. سلطان محمود غزنوی برای تصرف این ولایت ها کوشش های زیادی به خرج داد. او گرجستان را اشغال کرده کوشک های اشراف محلی را به زمین یکسان نمود. وی کشور غور را نیز به همین منوال به خود تابع کرد. ولایت های نزد دریای امو یکی از پس دیگری به تابعیت سلطان محمود داخل شدند. فقط چغانیان تا سالهای 1038-39 صاحب اختیاری سیاسی خود را نگاه داشت. در اینجا به قول بیهقی مالکان میراثی حکمرانی می کردند. در سکه های آنها غزنویان تماما حتی به صفت سلطان هم یاد نشدند. در ولایت های اصطلاح شده سیستم خراج جاری کرده شد که برای ملکداران محلی از جهت اقتصادی خیلی نامساعد بود و این باعث تدریجاً خانه خراب شوی زمینداران خرد و کم بضاعت می گردید. در این محل ها ظاهراً همون پروسس که در ولایت های مرکزی پیشتر سر شده تا عصر 11 قوت پیدا کرده بود با کمی تأخیر تکرار می یافت. در دوام عصرهای 11-12 در دولت‌های قرخانیان، غزنویان و سلجوقیان پروسسی از طرف اهل این سلاله‌ها، اشراف و اصیلزاده‌ها و سرکرده‌های حربی خریده گرفتن زمین‌های ملکی با سرعت تمام دوام نمود. در سرچشمه‌ها ملکداران نهایت کلانی که از بین اعیان و اشراف نو برآمده بودند ذکر شدند. آنها با امتیازهای زیاد صاحب گردیده اکثر وقت از زمینهای خود انداز نمی دادند. همین طریقه زمینهای ملکی دهقانان بعضی ولایت‌ها با راه‌های گوناگون به دست سلاله‌های نو و فیادلان نو می گذشت. در این ولایت‌ها دهقانان در عرفه استیلای مغول دیگر همچون طبقه اساسی زمینداران موجودیت خود را قطع کردند. ولی از روی کشفیات مختلف در کوهستان تاجیک مزشاه و فلغر همچون صاحب ده و زمین تا عصر 16 دهقانان بقیه ماندند. دقت را باز به چنین یک ظهورات انکشاف اقتصادیات فیادالی از قبیل خرید و فروش زمین ملک خصوصی جلب کردن لازم است. پیدا شدن نرخ زمین مورد سودا قرار گرفتن زمین‌های ملکی بی‌شبهه نتیجه از طرف عرب‌ها، سپس قرخانیان و سلجوقیان اصطلاح شدن آسیای میانه و خراسان، تأسیس دولت‌های نو، تغییر هیئت طبقه بالای فیادالی و دیگر حادثه‌هایی میباشند که ما از نظر گذرانیدیم. محض خرید و فروش زمین‌های ملکی سببگار اساسی همچون طبقه مستقل و اساسی ملکدار از بین رفتن قسم دهقانان و به وجود آمدن هیئت نوی ملکداران گردید و این تبدلات را تیزانید. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13 دولت غزنویان، قرخانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. شهرهای آسیای میانه در عصرهای 11-12. ترقیات با سرعت شهرها، استحصالات مالی و تجارت پولی از مهمترین علامتهای دوره است که ما به تحقیق آن پرداخته ایم. شهرهای آسیای میانه کلانتر و اهالی آنها زیادتر می گردید. مثلا مرکز حیات شهر سمرقند حوالی آن به حساب می رفت که در آنجا محلهای سیرشماری تاجران و پیشوران واقع گردیده بودند. اعیان و اشراف، روحانیان، سوداگران دارا و دیگر طبقه های دولتمند نیز در همین جا مسکن داشتند. استحکامات بخارا نیز از نو ساخته مساحت شهر
وسیع تر کرده شد. بسیار عمارت‌های نوی محتشم بنا یافتند. ترمیز عصرهای 11-12 نسبت به زمان سامانیان خیلی دامن پهن کرد. در عصر 11 استحکامات شهر قوی تر گردیده، قلعه آن با خشت پخته روکش کرده شد. قصر حاکمان ترمیز هم در همین عصر قامت افراخت. قسمت تجارتی و پیشوری شهر که آنجا در اطراف بازارها کارگاه‌های زیادی کاسبان به وجود می آمدند اهمیت مخصوص داشت. یکی از کلانترین شهرهای تاجیکستان جنوبی پایتخت ختلان هولبوک بود. فقط قسم مرکزی آن مساحت قریب 70 گیگتر را فرا می گرفت. در اینجا قلعه وجود داشت که در وقت حفریات از آن بقیه قصر پرزیب و زینت حاکمان ختلان یافت شد. در شهر کارگاه‌های گوناگون کاسبی از قبیل کلاری، فلوزی و غیره وجود داشتند. ترقی با سرعت شهر بیشتر در همین دوره به وقوع پیوست. در جایهایی که پیشتر پرتابخانه شهر و یا زمین کشت محسوب می یافتند، بناهای اقامتی به وجود آمدند. از روی مشاهده های ارخئولوژی و توپوگرافی در عصرهای 11-12 شهرهای هم خرد و هم کلان ترکمنستان جنوبی، مرو، دندانکان، آمول، زیم، سرخس، میخانه، ابیورد، نسا، یزیر، دیهستان و غیره خیلی رونق می یابند. در واحه چو ماست در دوام عصرهای 10-12 بعضی دهه‌ها به مرکزهای کلان شهری مبدل می گردند. حتی ناحیه های کوهستان، مثلا ناحیه واقع در واحه آبی نو، شاخه دریای 5 یا خود ناحیه اسفره تا رفت بیشتر به معاملات مالی و پولی کشیده می شوند. ترقیات قوه های استحصال کننده و تدریجاً از خواجگی قشلاق جدا شدن کسب و هنر سببگار اساسی رونق با سرعت و در بعضی موردها خیلی پراوجی حیاتی شهرها می گردند. عامل دیگری رونق یابی شهرها قوت گرفتن تابعیت دهقانان نسبت به فیادلان می باشد که باعثی به شهر فرار کردن عامه دهقانان گردیده بود. این در بعضی شکل‌های مدنیت مادی شهر نقش خود را گذاشته است. همین طریقه نظریه مارکس و انگلس را در بابت اهمیت فرار دهقانان در تأسیس شهرهای عصر میانگی اروپا نسبت به شهرهای عصر میانگی آسیای میانه نیز تطبیق کردن ممکن است. шумо гуфтори 71-ро аз китоби аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон шунидед. абдурашид хоҷамқулов хонд. коргардон шералӣ навзалӣ.